یکی از سوپایی که خیلی خوش دارم سوپ بروکلیه. بریم که اون رو آماده کنیم. یکی از دلایلی که چرا می سوپ بروکلی خوش دارم اینه که این غذا زود آماده میشه و خیلی سالمه. یک دونه بروکلی رو خرد میکنیم، 2 تا زردک پوست میکنیم و 2 تا کچالو رو هم پوست میکنیم و اینا رو هم خرد میکنیم. صدا خودم گوش میکنم من خنده میگیره، فقط میگه رپ میخونم. از همه این مواد میشوریم، 1 دونه پیاز رو هم خرد میکنیم و 1 دونه هم سیر. اینا رو هم 1 او میکشیم، حالت دیگ موادی که خرد کردیم میریزیم. تقریبا 1.5 لیتر او جوش به روی از اینا میریزیم و سری بسته میکنیم، میگذاریم تا که نرم بشه. تقریبا 20 تا 25 دقیقه. از این مواد خود 1 بلندا میکس میکنیم و حال بزو نصف گیلاس شیر و کمی نمک و فلفل سیاه. اگه خوش داشتیم پودر پاپریکا اضافه میکنیم. اینا رو یک همه میزنیم و سر دیگه بسته میکنیم، میگذاریم به مدت 10 دقیقه تا که جوش خوره. وقتی این رقم قلقل میکرد بفهمین که سوپ شما آماده یه. سوپ میکشیم به ظرف دلخواه و وسیع کنین دیگه، ایشته یک سوپی شده.